با نام خدای یکتا. سلام، من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کند که در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل تهران هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. موضوع برنامه امروزه ما موضوع ورزشی می باشد. میخوام در این برنامه درباره یکی از تیم‌های مشهور و آوازه‌دار و پرقوت اسپانیا معلومات داده باشیم. این هم باشد اتلتیکو مادرید که در استادیوم یا ورزشگاهی با نام واندا متروپولیتانو بازی‌های خانگی خود را دایر می‌گرداند. که تصویرش را در نواره‌های خود می‌بینید. این هم باشد استادیوم واندا متروپولیتانو از بیرون. تیم اتلتیکو مادرید 26 اپریل سال 1903 میلادی تشکیل داده شده است، تقریبا 119 سال پیش، و بازی‌های خانگی خود را محض در همین استادیوم واندا متروپولیتانو دایر می‌گرداند که گنجایش این استادیوم 68,000 نفر میباشد. این ورزشگاه سال 2017 میلادی تعمیر کلی را از سر گذرانده است و در این میدان هم بازی فوتبال دایر می‌گردد و هم بازی رگبی. تیم اتلتیکو مادرید 11 کرات قهرمان اسپانیا، 10 کرات کوبوک اسپانیا، 2 کرات سوپر کوبوک اسپانیا و 2 کرات کوبوک ایوا دوارته در سطح بین المللی باشد. 1 دونه کوبوک اینترنشنال، 1 دونه کوبکوف، 3 دونه دیگر لیگ اروپا و 3 دونه سوپر کوبوک یوفا را به دست آورده است در طول تاریخ خود. بغیر از این دستاوردها تیم اتلتیکو مادرید 3 بار به فینال لیگ چمپیون‌های اروپا برآمده است و در هر 3 فینال به شکست دچار گشته است. تیم اتلتیکو مادرید در حال حاضر در رده‌بندی یا ریتینگ یوفا در جای دهم قرار دارد و در اسپانیا باشد در جای سوم. در حال حاضر فعلا بازیگران معروف این تیم لوئیس سوارز، کاکه، آنتوا گریزمان و فلیکس و دیگران می باشند. دوستان عزیز، هرچی درباره تیم اتلتیکو مادرید صحبت کنیم خیلی هم کم است، چون خیلی تیم آوازه‌دار، مشهور و پرسرصدای اسپانیا و اروپا می باشد. هواداران ورزش و سپورت و فوتبال، ما هم امروز تصمیم گرفتیم که برای محض از همین استادیوم، از همین مغازه و از همین موزه اتلتیکو مادرید شهر مادرید نوار بهر شما داشته باشیم و خدا کند که این نوار یا این فیلم ما پسند شما عزیزان قرار بگیرد و بریم با هم تماشا کنیم این برنامه نو و جدید را. با شما دوستان عزیز تماشای خوب و استراحتی و فراغت خواهانم. این آخرین ایستگاه بوده است، یعنی کنشکا بوده این استادیوم متروپولیتانو. دیگه بریم نصیب باشد طرفی استادیوم بیرون میبریم. سالیدا بیخواد میشه، مثلا برآمد همه گپا فهمیدیم دادی امروز سالیدا. و با ما باشید دوستان ببینیم چی میشه. استادیوم مترو را بی چیشه قریب غلطیده بودم. استادیوم مترو را استانسش بینش خیلی استادیوم استاد متروپولیتانوی اتلتیکو مادرید. تا میریم این طرف برآمد شهر، این طرف های با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، چنانچه گفتم ما امروز سفر داشتیم در شهر مادرید و خواستیم که از چند جاهای خوب و زیبای شهر نوار بگیریم و نواری که امروز ما با او تعلق دارد این باشد استادیوم یا ورزشگاه
اتلتیکو مادرید است که با نام واندا متروپولیتانو در یاد میشه. شما یک دفعه ببینید تا کجا هستم فعلا. اینا دوستان واندا متروپولیتانو اتلتیکو مادرید این بازی‌های خانگی خود در ماه در همین استادیوم برگزار می‌گردد. دوستان عزیز در یوتیوب در شبکه ما سر بزنید، شبکه ما رو دستگیری کنید، سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و با دوستان خود بفرستید. حتما لایک، تدلیس، کامنتر را از یاد نبرید. و وقتی زیادی شما رو نگران میگم، شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود. دوستان داخل شدن اجازه بده است. هرچه ما امروز نگاه کردیم داخل شدن به استادیوم و موزه اتلتیکو مادرید 24 یورو می باشد. آدم کلانسان و آدم خود ارزانتر 18 یورو 15 یورو. خب تا 12 ساله را تا 18 ساله را. خب بریم. این اولین سکه است. باید خیلی این کوچه بگردیم. تمام اینجا زوزده های اتلتیکو دیگه که سرعتاشون حذف شده گیان. خیلی باید موافق خانم قایده اول ویزیته کنی. کوچه مونده گیان دیگه پارکینگی پایان میشه. ما میریم نصیب های طرف خیلی استادیوم ببینیم چی میشه. نگاه نمیکنم اینجا. خب اینجا کدام رستوران بحر چه نه طرف شب چه خیلی بزرگه استادیوم سوارز کره Bakın ki sadece Koke دیگه اجازه‌ای فعلا خیلی که دریزمان هست. اینجا بار بوده. بار رستوران همه چیزا. بریم داخل. داخلی استادیوم. اینجا بار رستوران هم چیزا. اینجای مشاهده دوستان عزیز اینجا بریم نصیب باشد داخل. دوستان جای اساسی این آمدیم. جای استادیوم جای نشستی مردم. ببینید. Atlético Madrid. Atlético Madrid. با این استادیوم امروز مواظب کردم به خاطر ریگبی میشیدن. استادیوم ریگبی هم میشن فوتبال هم. دوستان یک دفعه شما استادیوم ببینید چقدر مکای سوکراسه. اقسام میگیم. سنی عزیز مردم های مخاطی سرخ او طرف شدن با خاطر جنجال داره که بیه نیست. No puedo porque hay نره او طرف. چی داره خلاصه کرد؟ سال 1903 تیم چی شده بوده؟ تشکیل شده بوده تیم اتلتیکو مادرید. اون موقع خدمه مالی پایان پیش استادیوم می‌بینیم ان شاء الله. دوستان عزیز اینم استادیوم اتلتیکو مادرید واندا متروپولیتانو. و امروز افسوس می‌خورم که بعد خیلی‌از فراموش کردم باور کنم. از اسم کام میکنم دستم کام نیست دستم خیلی خونه هم در دست نیست.
اگر من هر جا که برم شاید باید مخصوص استادیوم برم دیگه بیرق تلفن نمیرم متاسفانه امروز بیرق رامش کردم خب میریم دیگه رو پایین برتر رو میشوه رفتن بابا باشید یم شاید استادیوم های بالا میریم طرف داخلی جای لباس پوشیدن و جای دیگه بابا باشید استادیوم بازم برنامه ما جریان دارم یه جای زونه سوالگیری زونه چی میگن چیزا عهد قهرمانی کوبوکی اسپانیا را گرفتن همه وقتا دیگه این طرف جای پرس کنفرانس اینجا اینجا هایی که مردم در آشنادی بیا تماشا بکنیم نسبت های تیم اتلتیکو مادرید تماشا میکنیم بگذاریم ما بریم دیگه طرفی اصل جایی که ما باید بیرون برایم به استادیوم آدم ما میده آمدهش هست جای اساسی که مردم دیگه در استادیوم میشوند یکی مثلا استادیوم میبرد مردم این اینجا همونجا نه اینا ببینید این طرف هم این طرف مهمونا میان این طرف صاحب میدان میان این خیلی یاد جای میشوند میروند استادیوم برای بازی کردن این خیلی استادیوم اتلتیکو اتلتیکو باید در روشکا خطی میبرن این راه اصلیش هست میخد به استادیوم پاما پاپا استادیوم اتلتیکو مادرید روی امبلمش باید اینجا که چخیله هم استادیوم امبلم ریال مادرید اتلتیکو مادرید هم شما بینید جای نشستی بازیگرای احتیاطی جای نوارا این طرف هم جای چی بازیگرای مهمان نشیدن میدن جای نشستی هم جای دیپ و سیپ جاهای موسیقا زانه های قیمت آقای ما دم بالا بودیم برای سیاقه کردن دوستان یک بوده استادیوم شما پایان ببینید چقدر خیلی زیباست استادیوم نو است استادیوم اتلتیکو مادرید نو ساخته شده است ساخته نه نو ترمیم شده ترمیم کلی کرده باند متروپولیتانو divertdirsi اینجا هم پلیس ها بیشارن اینجا امبلم اتلتیکو مادرید خوابش بود خب بریم دیگه طرفی داخلی بازم استادیوم زیر استادیوم تو بایساب متروپولیتانو اینجا کمانده تشکیل کردن مثل کمانده ها برایان اصلا این تجربه خطی چند نفر بیایی خوبه خوبی نچکی پریکال دیوانگی های دیگه خوب مگذارن گفتی گفا که برنامه جالب‌تر میشه خب بریم همون فنزانش
جای چی خوب داشت، صورتگیری خوب داشت. اینجا صورت بگیریم. دوستان عزیز دیگه میدان میریم دیگه طرف، بریم موزه اتلتیکو مادرید. و در موزه چه چیزا دارم؟ استادیو واندو متروپولیتانو 2017 بچه ها این باشه دیگه میشه دیگه ریکنستروکت شده اگر خودش تاریخش قدیمه هست 1966 1923 1903 1903 باز شده است. 1913 ترمیم شده است. 1913 تا 1923 با چه شده است. 1923 تا 1966 ترمیم سال 1966 تا 2017 ترمیم کلی شده است. با هم خاطر این سال ها نشده بود. خب بریم نگاه کنم. جای اساسی کمانده میریم. جای چی میگیم؟ از دیوار کشم. جای لباس پوشیدن فوتبالیستا. اینا بینیم همش آژاکس هست. نورشش کاکه هرموسا لارینته نگاه اینه بین همش خلاصی گفت فیلیکس تمامش سوارش گریزمان سوارش کراسکو لیمار واس فمینیس کاریا پاول هریرا اوبلاک ساویج. دوستان ما میریم نگاه طرفو بیام جای پرس کنفرانس زن مثلا نشستی مطبوعاتی میکنم اینجا مطبوعاتی نشستم لسه هو المتين ژورنالیست ها میشینن برادرها، اینجا مردم میشینن، کسایی که سوال دارن نگاه دارن مسائل اخبار اما میان و جایی که اتلتیکو مادرید پرس کنفرانس میکنه. این طرف بالا کلی اون طرف چی گفت؟ اون طرف هم ادام زون خانه های یگان چیه؟ که مردم تشویق دارن اونجا و میریم. و اینجا جای عکس گرفتنه فانزونه عکس میبینی دیگه میریم. Brazo izquierdo así, el codo que pega con tu cuerpo. Sonríe una, dos. Muy bien, siguiente. Caballero. Dígame. خلاص سگاه که اینجا صورتگیری بوده. چند چیزی دیگه نبوده. چنانچه گفتیم دوستان اینجا مخصوص کلیدار کردن. تو باید با مخ کلیدار برای. میریم همون طرفی که ویخت به استادیونه که برامد به استادیونه و استادیون زمینیشه همونجا بریم باشه چه همونی لیگ اروپا در اتلتیکو مادرید یا مفته استادارهای Mario. Mira. بریم ایکی باشه ایم خدا اساس بزرگی دیگو سیمونه بوده دیگو پاولو سیمونه گفتی که پاکه راهبری
راسای فعلی اتلتیکو مادرید دیگو سیمونه اینجا چی گفت این طرف هم دیگر چیزایی هست که سالهای 1958 1955 2016 1970 تا خلاص دیگر با می چیزا لحظه گریان و مریان مردم فوتبالیستا در وقتی باختن قدم فینال ما میریم کوی طرف دیگر طرف چی گفتن با این طرف با این برای برآمدن اون طرف آمدیم این طرف بعد میبریم بدیم که در موزه چی دارم چی چیزا دارم بیرون ما خاطر دیدن تماشا انسان میاندیشیم تو اما طبقه پایینی است پارکینگ ماشینا این خیلی میریم برآمدن با ما باشه دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروزه ما. این هم بود کمی معلومات درباره استادیوم اتلتیکو مادرید یا واندا متروپولیتانو شهری مادرید. این بود قسمت اول از استادیوم یا ورزشگاه تیم اتلتیکو مادرید. در قسمت دوم باشد شما را به تماشای موزه و مغازه تیم اتلتیکو مادرید دعوت میکنیم که در روزهای نزدیک ان شاء الله پیشکش شما خواهد گشت. عزیزان، اگر ویدیو خوشتان آمده باشد به کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و تکمه زنگوله دومی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشید. دوستان، شما را به خدای پاک و منال می‌سپارم تا برنامه‌های آینده. بدرود.